ساکنان محله توتی کلان شهر خوجند اظهار نگرانی میکنند که این یادگاری طبیعی که گمان میرود بیش از 1000 سال عمر دارد در حال نابودی است. آنها به مناسبت اعلان سالهای رشد سیاحی بارها به مقامات دولتی مراجعت کردند تا این جای دیدنی شهر آباد و نگاهوبین شود، ولی تغییر پیش نآمده است. بهار امسال نشو و نمای توتی کلان مثل سالهای پیشینه نیست و ساکنان محله دریغ میخورند که برای نگاهوبین آن امکانیتی مالی ندارند. خیریت همین تراس که بسته بودن همون تراسا داشته من حاضر رفته اگر بین دیگه چند شاخه شکسته اونجا خوش دیگه برای همین و یک نگاهوبین که همون خوش کرده چتش از اگر پنجره هاش گرام همون شاخه‌ای که طرف کوچه رفته که همون ستون مونده همون ستونش همین خیلی وای کنن که همین تربه بودگیش نامعلوم شده که همین خیلی وای کردن مصلحت دادن لکن حاضر همین وای نشد اجرا نشد. درباره این درخت روایت‌های زیاد می‌آورند. گویا زمان دریا از اینجا می‌گذشت و آدمان زورق خود را به آن می‌بستند. همچنین گفته می‌شود یکی از 4 دروازه خوجند اینجا واقع بود و تیمور ملیک ضد نیروهای چنگیزخان اینجا جنگیده است. مسجدی نزد توت پس از استیلای مغول ساخته شده است و هم اینجا مزاری نیز هست که به روایت‌ها در سده 11 پیدا شده به حضرت بابا منسوب است که گویا استاد شمس تبریزی بوده است. امی کنی بادام به زنگاه پختی میچیندن امی چیزی شده بس کنی هم باشد یک افتابس میاندن آمده اینجا در من شاب میبرادم کپچ میبرادم در رو دیگوی مونده تو خیلی شیخل آفات کرد هم باشم دعا کرد خواهد میبرفتن این خیلی اکنی هم شونده بودیانده درختی نزا کرده بود عرصی هم آمدگی من عوض بکشتان هم یکل آمدگی من عدوش هم بیوهایم آمده دید برفته گرد. قطر یا دایره تنه توتی کلان زیاده از 8 متر بوده آغوش 10 نفر را پر می کند. بلندیش 24 و سایه‌اش زیاده از 300 متر مربع است. آن می تواند یکی از مکانهای زیارت سیاحان باشد. در هر کشور چنین درخت یادگاری مهمی تاریخی شمرده می شود. 2 عدد درخت توتی کلان محله توتی کلان و درخت چی میگن چینار بابای ناحیه 8 با چی میگن 10 عدد درختای کلانسال جهان گوییم اگر همین جای 8 و 9 همین دو درخت تاجیکستان اشغال میکنند. در حقیقت این درختای تاریخی فرهنگی ما با روی خط گرفتگی هستیم در تحت نظارت قطعی قرار دارد. یعنی توتی کلان با حساب گرفته که 100 سالها عمر دارد ما در تحت نظارت قرار داریم و نقشه کردیم که در سال 2021 گردش احاطه کرده یک درخت تاریخی همچون با سیاحان یا که با دیگر رو معرفی کنیم. چند پیش مسئولان اداره حفظ محیط زیست در ولایت سوخت در نشست خبری گفتند حالا بیشتر به شیناندن درختان نو و خارجی برتری داده می شود و سال گذشته قریب 50,000 نهال شینانده‌اند. اما از مراجعت ساکنان نیز آگاهند و دست به کار خواهند شد. در شمال تاجیکستان 110 درخت کهنسال موجود بوده 3 تای آنها در خوجند واقعند، ولی توتی کلان یک از رمزهای شهر به شمار می رود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.